شهر باستانی بیشاپور. بیشاپور از شهرهای باستانی ایران به شمار می رود که در استان فارس و در نزدیکی شهرستان کارزون قرار دارد. این شهر از قدیمی ترین شهرهایی به حساب می آید که تاریخچه ساختنش به صورت مکتوب در یک سنگ نوشته موجود می باشد. بیشاپور در شمال شهر کارزون واقع شده است. بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در بخش مرکزی کارزون و در استان فارس است که در زمان ساسانیان ساخته شده است و امروزه ویرانه‌های آن بر جای مانده است و در 1397 به ثبت نهایی در میراث جهانی یونسکو در اجلاس بحرین رسید. بیشاپور یکی از کهن‌ترین شهرهایی است که پیشینه ساخت آن در سنگ نوشته‌ای موجود میباشد. بیشاپور از شهرهای دارای طراحی و مهندسی ویژه روزگار خود بوده است. در کتاب‌های تاریخی نام این شهر با عنوان‌های بیشاپور، بیشابور، بیشاپور، بیشاور و به اندیف شاپور ضبط شده است. شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیر خوره بوده است. بیشاپور تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی بوده است و بعد از آن ویران شده است. بیشاپور گنجینه‌ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا می باشد. بیشاپور در سال 266 میلادی و به دستور شاپور اول پادشاه ساسانی ساخته شده است. بعد از پیروزی شاپور بر والرین امپراتور روم، شاپور دستور داد در ناحیه خوشاب و هوا بر سر راه تخت جمشید به تسفون شهری بنا کنند. این جاده در زمان هخامنشیان شهرهای تخت جمشید و استخر را به شوش وصل می کرد. شاپور نام خود را بر این شهر نهاد. معماری از اهالی سوریه قدیم به نام اپسای برای ساخت شهر تازه انتخاب شد. شهر بیشاپور با روش مهندسی یونانیان که توسط هیپوداموس ابداع شده بود در زمین مستطیل به گونه‌ای طراحی شد که 4 دروازه و 2 خیابان آن یکدیگر را قطع می‌کردند. یکی از خیابان‌ها در جهت شمال به جنوب و دیگری شرق به غرب است و هر کدام در انتها به یکی از دروازه‌های شهر منتهی می‌شدند. دروازه غربی ورودی اصلی شهر بوده است. شهر بیشاپور از 2 بخش اصلی تشکیل شده است. ارگ سلطنتی شامل آثار شاخصی مانند معبد آناهیتا، تالار تشریفات شاپور، ایوان موزاییک، کاخ بوالرین و منطقه عامه‌نشین شامل خانه‌های مسکونی، گرمابه، کاروانسرا و بازار. بیشاپور توسط کوه، رودخانه، دیواره‌های قلعه و خندق محافظت می‌شده است. بیشاپور در کنار دره چوگان واقع است و فاصله آن تا کارزون 19 کیلومتر است. بیشاپور در کنار رود شاپور قرار گرفته است. در بین سالهای 1314 الی 1319 خورشیدی برای نخستین بار ژرژ سال و رومن گیرشمن نمایندگان اعزامی از موزه لوور اقدام به کاوش باستانشناسی در این شهر تاریخی کردند. آنها بنای رفیع و 4 گوشی را که با سنگ‌های 2 جداره ساخته شده بود آتشگاه نامیدن و تالار عظیم و سرپوشیده وسیعی رو به نام کاخ اختصاصی و مکان دیگری رو به نام جایگاه نزورات و یک ایوان مزین به موزاییک رو به دنیای باستانشناسی و تاریخ معرفی کردند. این حفاری ها ادامه نیافت و برای مدت 30 سال متوقف گردید. سرانجام اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه تصمیم گرفت با اعزام یک گروه باستانشناسی ایرانی به سرپرستی دکتر سرفراز عملیات کاوش در بیشاپور رو به منظور روشن ساختن چگونگی حفاری‌های گذشته و ظاهر ساختن اسکلت این شهر آغاز کند. در بهمن ماه 1347 هیئت باستانشناسی در شهر شاپور مستقر گردید و شروع به کار کرد. این عملیات حدود 10 سال به طول انجامید که با تلاش هیئت باستانشناسی برج و باروی شهر، معبد آناهیتا، کاخ شاپور، مسجد دوره اسلامی، ستونهای یادبود و برخی آثار ارزشمند دیگر از خاک بیرون آورد. عملیات این گروه نیز در سال 1357 متوقف گردید. شهر تاریخی نیشابور در 24 شهریور ماه سال 1310 خورشیدی به شماره 24 در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید. فاصله زمانی بنیاد بیشاپور با بنیاد فیروزآباد کمتر از 1 ربع قرن است. همه محوطه ها برای خود آکروپل دفاعی نمی ساختند. ساختن چنین آکروپل کار حکومت خاص و نیز حکومت سلطنتی است، در حالی که حکومت های مردم سالاری یا دموکراسی ترجیح می دهند در دشت زندگی کنند.
به نظر می رسد که سازندگان آکروپل با اصول دژسازی که ایران از زمانهای قبل به آن عمل می کرده بیگانه نبوده و آنها رو پذیرفتند. موضوع نقش برجسته ها همیشه روی یک سطح آزاد و آرمانی ظاهر و گسترده شده است، به نحوی که این نثر تاریخی هرگز دارای آن فحوای کلامی نیست که بیانگر آثار یا چشم‌اندازهایی باشد که پیروزی‌ها در آن به دست آمده است. بین 5 موضوع 5 نقش برجسته شاپور نوعی موازات و همسانی شامل صحنه‌هایی است که بیانگر یک نوع اعمال میباشد. پراکندگی این صحنه‌ها در محوطه‌هایی است که گاهی بسیار دور از یکدیگر قرار دارند، ولی این دور بودن موجب ایجاد تنوع حالات در افراد و صحنه‌ها نمی‌شود، مانند حالات فیلیپ عرب. در کنار کاخ شاپور در دره بیشاپور اتاق 4 گوش بزرگی وجود دارد که به نام معبد آناهیتای بیشاپور خوانده می شود. این معبد به صورت مکعبی بوده و هر ضلع آن نزدیک به 14 متر است و از سنگ‌های تراشیده شده و بدون ملات و دو جداره ساخته شده و به سبک معماری هخامنشی است که با بس‌های آهنی به یکدیگر متصل شده است. این معبد در فرو رفتگی 6 متری از روی زمین واقع شده و پلکانی از کاخ به آن متصل بوده است. معبد فاقد سقف است و هدف این بوده که آب رودخانه شاپور که در فاصله 250 متری آن جاری است به درون معبد آورده تا بعد از جریان به درون معبد به وسیله قناتی خارج گردد. آثار باستانی. منطقه باستانی نیشابور مشتمل بر 3 بخش اصلی است: شهر بیشاپور، قلعه دختر با نقش برجسته‌های ساسانی، دره رودخانه بیشاپور. در ناحیه آثار دیگری مانند قلعه دختر، قلعه پسر و نقش‌های تنگ چوگان قابل اشاره هستند. برخی تک اثرهایی به جا مانده از شهر باستانی بیشاپور عبارتند از معبد آناهیتا، کاخ والرین، ایوان موزاییک، ستون‌های سنگ یادبود بیشاپور. با تشکر و سپاس که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کردید.